خب سلام به همه. ما میخوایم یه کار جالب بکنیم، حتی برای خودم خیلی جالبه. ما یه دونه یات گرفتیم، حتی بین یات و بوت. میخوایم اینو بریم و کاراشو انجام بدیم و یه جورایی ریهبش کنیم، بازسازیش کنیم. بازسازی که نمیشه گفت Hey good morning. بازسازی که نمیشه گفت، ولی خیلی کار داره باید انجام بدیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم. بله خودش. سلام عزیزم. خب حالا بچه تریلر رو دارم میارم اونجا برای که همه این آشغالا رو و مبلمان قدیمی رو همه رو اینجا بریزیم بیرون و یه مرتب بشه و کارهای اداریش انجام بشه. حالا من تصمیم گرفتم این پروسه رو چند تا کلیپ ازش درست کنم و بذارم تو سوشال مدیا. به نظر که تصمیم جالبی در میاد. حالا هر قسمتش رو با هم دیگه انجام میدیم و میبینیم.